خب دوستان عزیز، بریم سراغ قسمت سوم، روش کسب درآمد غیر فعال از فروش فایل. میخوایم تو این قسمت ببینیم آقا مواد لازم برای شروع این روش درآمدی چیه؟ یعنی اینکه ما چه پیش نیازهایی نیاز داریم برای اینکه بتونیم وارد این کار بشیم و بتونیم استارت بزنیم و با کار مداوم و تمرکز روی این هدف بتونیم در طی روزهای آینده و با کار مداوم بتونیم به نتیجه برسیم. خب دوستان، روزی 2 تا 4 ساعت زمان لازمه. پس اولین چیزی که ما نیاز داریم برای رسیدن به این درآمد، روزانه 2 تا 4 ساعت زمان خالی داشته باشید. حالا هر کار دیگه‌ای که انجام میدید بتونید این 4 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت زمان رو برای خودتون خالی بکنید و قطعا نیاز به یک لپتاپ یا حالا در واقع کامپیوتر دارید که متصل به اینترنت باشه. پس اینترنت هم لازم دارید، در واقع VPN هم لازم داریم، چون یه جایی لازم میشه ما VPN وصل کنیم و کار رو انجام بدیم. و آشنایی کلی با مهارت‌های ICDL. مهارت‌های ICDL چیه؟ مهارت‌های ICDL همون در واقع مهارت کار کردن با لپتاپ و کامپیوتره. یعنی اینکه شما بتونید وبگردی انجام بدید، در لولی باشید که بتونید وارد سایت ها بشید، ارزم بزرگی که ویندوز رو بلد باشید باش کار بکنید، با فتوشاپ تا حدودی بلد باشید کار بکنید، خیلی کم، حالا بهتون میگیم در چه حدی، خیلی لازم نیست حرفه‌ای باشید. یه ادیتی بتونید روی عکس ها خیلی ساده انجام بدید و به طور کلی در واقع کار کرده باشید با کامپیوتر و سختتون نباشه که بگید من کامپیوتر بلد نیستم، کامپیوتر ندارم، نمیدونم اینجوری اونجوری. پس اگر این موارد نیست براتون احیانا بسیار سخت خواهد بود که وارد این حوزه بشید. باید برید اول مهارت‌های ICDL رو یاد بگیرید و توانایی خودتون رو بیشتر کنید تا بعد بتونید تازه وارد این مسیر درآمدی بشید. آشنایی کلی با SEO محتوا. SEO چیه؟ SEO در واقع نحوه یا SEO ممکنه آشنایی باشید یا شنیده باشید. اینه که ما چه کار بکنیم که محتوایی که روی حالا یه وبسایت قرار میدیم در نتایج گوگل بهتر دیده بشه، بهتر ظاهر بشه، برای اینکه افراد بتونن از داخل گوگل بیان در بستری که ما ایجاد کردیم و فایل های ما رو تهیه بکنن و بخرن. که حالا اینو من توضیحاتشو میدم، خیلی لازم نیست بلد باشید و بدونید. اگر خیلی SEO نمیدونید یا نمیدونید چیه، نگران نباشید این مورد رو، چون من در ادامه در حدی که در واقع کافی باشه به شما آموزش میدم. لازم نیست حالا برید بخواید خیلی. اگرم بلد هستید که چه بهتر و تا یه حدی در واقع SEO رو بلد هستید، میتونه این مسیر بهتون کمک بکنه. و دوستان، کار مداوم. ببینید این روشی که من میخوام به شما آموزش بدم نیاز به کار داره. کار کردن، زحمت کشیدن، انرژی گذاشتن و بعد هم درآمد داشتن. یعنی اصلا و ابدا روشی نیست که آسون در واقع. حالا که بگم آسون، منظور این که شما 1-2 روزه یه هفته‌ای به درآمد برسید. اصلا در واقع این فکر رو از سرتون بیرون کنید. ببینید دوستان، هر کار واقعی که شما دیده باشید توی دنیای واقعیش هم نگاه کنید. افرادی که به درآمدهای بالا رسیدن توی هر حوزه‌ای، چه آنلاین چه حتی اون دوستی که به صورت سنتی داره فعالیت میکنه، مدت‌ها زحمت کشیده تا تونسته به یک جایگاه نسبی و مناسبی توی کار خودش برسه. حالا زمانهای قدیم کسب و کارهای سنتی اینجوری بودن که خب طرف باید مدت‌ها پیش یه نفر شاگردی میکرد، انرژی میذاشت، شاید سالها وقت میذاشت که بتونه به یک درآمدی برسه و حالا برای خودش بتونه بیاد همون کار رو روی پای خودش وایسه و راه اندازی بکنه بره جلو. ولی الان به واسطه هوش مصنوعی، به واسطه آموزش هایی که توی اینترنت هست، به واسطه دنیای تکنولوژی که توش زندگی میکنیم، این مسیر کوتاه‌تر شد. فضای آنلاینی که وجود داره، این مسیر کوتاه‌تر شده. من الان خیلی خوشحالم که میبینم مثلا بعضی از اطرافیان خودم با سنین پایین، با سنین 15 ساله، 16 ساله، 17 ساله
داره از اینترنت درآمد خوبی کسب میکنه و این بسیار باعث خوشحالیه که طرف تو سن پایین به درآمد خوب میرسه و میتونه زندگیشو بسازه. حالا شما تو هر سنی که باشید اشکالی نداره. شاید بگید که نکنه من الان این سنم، مثلا 40 سالمه، 50 سالمه، نکنه این روش. شما هر سنی دارید اصلا مهم نیست، شروع کنید. خواهشی که ازتون دارم فقط این مسیر رو دنبال من بیاید و 3 ماه حداقل کار مداوم، روزانه 3 تا 4 ساعت زمان مداوم کار کردن. حالا باز میگم توی قسمت‌های بعدی بهتون میگم دقیقاً باید چی کار بکنید. انجام بدید تا بتونید به درآمد خوبی برسید. دوستان، درآمد خوب رسیدن زحمت میخواهد، انرژی میخواهد، صبر میخواهد. خب درست مثل زمانی که شما میخواید یک نهالی رو بکارید و انتظار دارید 2 روزه با کاشتن اون نهال به شما میوه بده. اما اگر صبر کنید، انرژی بذارید، بهش کود بدید، نورش رو مواظب باشید و رعایت بکنید موارد رو، بعد از میبینید که چند ماه به شما میوه میده. اصول همه چیز همینه، به خصوص تو موضوع کسب و کار و کسب درآمد. پس خواهش که ازتون دارم اصلا عجله نکنید، اصلا دنبال این نباشید که الان نمیدونم من لنگم، زمان ندارم فلان. گفتم بهتون مهارت در واقع این موارد لازم رو باید داشته باشید، حد اقلیاتی که باید داشته باشید. اگر این حد اقلیاتی که میبینم رو شما دارید میبینید دارید، قطعا ادامه ویدیوها میتونه بهتون کمک کنه برای اینکه این روش درآمدی رو شروع بکنید، با یه تصمیم جدی استارت بزنید و اصلا هم به این فکر نکنید که من الان چند سالمه، شرایطم چیه. اصلا مهم نیست. اگر اینها رو دارید، خواهش که ازتون دارم توی این تایم با تمرکز برید دنبال این روش درآمدی و در آینده نتیجهش رو خواهید دید. بریم قسمت های بعدی رو با هم ببینیم.